شام 30 ایون سال 2023 در فرودگاه کیشینیوف پایتخت مولداوا یک مسافر 43 ساله‌ای که از ترکیه آمده بود در خط مرز شناسنامه تاجیکستان را نشان داده است. بعد رد شدن درخواست ورودش به مولداوا، تفنگچه یک افسر مرزبان را کشیده گرفته این افسر و یک خادم خدمات امنیت فرودگاه را پرانده جا به جا کشته است. این دو نفر بعد منع ورود این مسافر به قلمرو مولداوا او را به منطقه داخل فرودگاه بردند تا که بعداً از این کشور بازپس فرستند. در این حادثه یک مسافر هم تصادفاً تیر خورده است. نیروهای ویژه مولداوا به جای حادثه آمده تیرانداز را زخمی و دستگیر کردند. ایون مونتیانو، اجرا کننده وظیفه دادستانی کل مولداوا، گفت که او در بیمارستان تحت حفاظت قرار دارد ولی طبیبان وضعش را وزنین میخوانند. سروزیر مولداوا دورنی ریچن در صحیفه‌اش در فیسبوک قاتل را شهروند تاجیکستان نامید، ولی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که هنوز شهروندی او را تصدیق کردن نمیتوانند و توسط سفارت تاجیکستان در کیف که امور مولداوا نیز به مسئولیت همین سفارت شامل می شود، از جانب مولداوا درباره شخصیت تیرانداز معلومات بیشتر را درخواست کردند. مونتایانو، اجرا کننده وظیفه دادستانی کل مولداوا، اظهار داشت که طبق قانون مولداوا به او برای جنایت صادر کردهش، یعنی کشتار 2 نفر، حکم زندان یا حکم ابد زندان تعدیل می کند. درباره شخصیت تیرانداز معلومات زیاد نشر نشده است. فقط معلوم است که او از ترکیه به کیشینیوف آمده بود و در خط مرز شناسنامه شهروند تاجیکستان را نشان داد. برخی رسانه‌ها با تکیه به منابع غیر رسمی خبر دادند که او در اصل شهروند روسیه و از جنگجویان شرکت حربی خصوصی چویکا واگنر بوده است، ولی اجرا کننده وظیفه دادستانی کل مولداوا گفت آنها هنوز این معلومات را تصدیق کردن نمیتوانند. مونتیانو گفت در جریان تفتیش در مرز هنگام معاین کردن مقصد سفرش به مولداوا این شهروند تاجیکستان پرخاشجویانه رفتار کرده است. تفتیش پرونده را پلیس و دادستانی کیشینیوف پیش میبرد و سخن درباره عمل تروریستی میرود. رئیس جمهور مولداوا مایا ساندو به نزدیکان کشته شده ها اظهار همدردی کرد. همدردی صمیمی خود را به خانواده ها و نزدیکان کشته شدگان بیان می‌دارم. از دست دادن عزیزانشان برای این خانواده ها مصیبت و درد عظیم است. این یک روز خیلی پراندوه برای همه ما بود، نوشته است خانم ساندو در فیسبوک. مولداوا یکی از 15 کشور سابق اتحاد شوروی است که سال 1991 در پی پشت خوردن اتحاد شوروی استقلالیت خود را به دست آورد. در مولداوا نزدیک 3 میلیون نفر به سر میبرند. بیش از 90% اهالیش مسیحیان پروسلاوی اند. مولداوا با رومانیا، اوکراین هم مرز بوده، اکثر اهالیش با زبان مولداوی و رومینی حرف میزند.